خوبه تماشاگران عزیز آن افرادی که مخصوصا تلویزیون سالن رو تماشا دارن بار دیگر میگم برای هر یک شما این مکان پخته‌زار است برنامه ستارگان در پخته ما در نزد یکی از ستارگان بهترین علیم جانکانی که علیم محمودов قرار داریم دوستان عزیز سلام علیکم مندای پخته چینی سلامت باشید سلامت امروز باشید به فکرم رسم شده است به هر یک سرانه که در اینجا است لنگه پخته چینی ندارد ندارد نه داره در کجاست؟ شیراز جان خالی کدام رفت تراکتور به شیراز جان شیراز لینگه بیار خوب چند کیلو است در دستان الکه یک 5 کیلو بودگیست اینم یک بار اضافه شود بعد 10 کیلو نگوید با قزدار که نمونید من این برگوش باید ممکنه چینن وزبی میشده وقتی وای به سیر مخفی نیست هست برای اینجا سنگای بله بله خب برای شما تمام میکنم که تقریبا یک 10 کیلوگرم چینید بعدا در آخر میسنجم که کی زورترین است امروز برای سرود نه امروز جنگی سرود نه امروز جنگ پخته چینی است نفر که پخته زیادتر میچیند این موفق ترین شخص است در برنامه ستارگان در پخته یک تمانیت شما با نفرانی که مخصوصا ما رو تماشا کرده شدن برای تمام تماشابینان تلویزیون و رادیوی سلام اولو تنی صحت خاطری جان و خیلی که پخته سفید در دست ما هست به همه شما بخت سفید خانه آباد خواهانم همیشه با تلویزیون و رادیو سلام باشید تشکر و سلامت کوشش کنید پخته نریزد به زمین نه ما حرکت میکنیم خوب تماشاگران عزیز ما با نزد دیگر نفران نیز میریم که و مسیجم که اونها چیکار کرده ایستادن ما رو همراه باشید